السلام علیکم بینندگان گرامی، همراه شما امروز ما در کانال روزنه معرفت قرار داریم و همراه شما آموزگار متماتیکا منوچهر شهاب‌الدینوف قرار دارد. موضوع امروزه ما دیفرانسیل فونکسیا است. همجای میپردازیم به آموزش این موضوع. پیش از همه از تعریف این مفهوم شروع میکنیم. یعنی دیفرانسیل فونکسیا گفته چرا مینامند؟ دیفرانسیل فونکسیا را گفته حاصل ضربی حاصله فونکسیای داده شده f از x، حاصله فونکسیای داده شده f از x و افزایش ارگومنت یا که افزایش تغییر یابنده ناوابسته را مینامند. این دیفرانسیل فونکسیا قسم خیلی اساسی افزایش فونکسیا به شمار می رود. یعنی ما گفته می توانیم که افزایش فونکسیا تقریباً به دیفرانسیل فونکسیا برابر است. دیفرانسیل فونکسیا چه است؟ برابر است. چیزی از همه مهم همین که شما فرموله زیرین را، فرموله رقم 1 را خیلی خود ازبر کنید. یعنی که دیفرانسیل فونکسیا به چه برابر بوده است؟ به حاصل ضربی حاصله فونکسیا یعنی f' از x به افزایش ارگومنت دلتا x. طرز خواندنش گوییم دیفرانسیل فونکسیا d از y خوانده می شود یا که d از f از x. چون این طرز نوشتن را موافقی من خیلی مانند یک نوشتن را طرز یکمی نوشتن دیفرانسیل می گویند. اکنون دومی موضوع را همراه دیده می برایم. بیایید یک جایه درباره معنای گئومتری دیفرانسیل کمی استفاده می‌گذاریم. خواهش کرده می شود که به گرافیک زیرین اهمیت دهید. اگر فرضاً یگان y برابر f از x داده باشد که گرافیکش این خط است، این به هر یک شما نمایان، و در یگان نقطه دلخواه a که ابسیسش x0 است، ابسیسش x0 و بگذار اردینات آن y0 باشد، بگذار اردینات آن y0 باشد. اگر همین نقطه A به ما رسنده گذرانیم به گرافیک فونکسیا که این عملا همون فاصله است، ما دیده می توانیم که هنگامی از x0 به دلتا x تغییر دادن، یعنی افزایش دادن ارگومنت x، y ما از y0 به y0 جمع دلتا x می افزاید، y0 جمع دلتا x می افزاید و انا همین پارچه را ما افزایشی چی می گوییم؟ افزایش فونکسیا دلتا y، افزایش فونکسیا هنگام افزودن ارگومنت از x0 به x0 پلوس دلتا x. و اکنون همزمان بینیم اگر یعنی که همین افزایش ارگومنت ما از x0 به این نقطه x0 پلوس دلتا x آمدنش حاصله ما رو یعنی رسنده ما رو در این نقطه d میبره. درست است؟ در نقطه d. و ما اگر x ما ارگومنت ما از x0 تا به x0 پلوس دلتا x تغییر یابد، رسنده اما به d از y تغییر مییابد، همین چیز را دیفرانسیل فونکسیا میگوییم. یعنی دیدید دیفرانسیل فونکسیا این قسمی اساسی افزایش فونکسیا بوده است، یک قسمی افزایش فونکسیا است. من اینجا کنجی الفا یعنی کوفیشنت کنجی رسنده، باز اینجا هم کنجی چی میشود؟ الفا میشود. اگر از اینجا ببینیم اگر دیفرانسیل فونکسیا یعنی d از y نسبتش به d از x، نسبتش به d بگذار دلتا از x گوییم. حالا ما با شما اثبات نکردیم که دلتا x برابری d از x است و نسبت هر دو این چیز همچون نسبت کاتتی به من این کنج مقابل به کاتتی من این به کنج ما چسبیده، یعنی که چه میتید؟ این تانگنسی کنج است، تانگنسی کنجی الفا است و این همان حاصله است که ما اینه همراه شما پیشتر
آموخته بودیم. یعنی این f شتریخ از x به برابر است. f شتریخ از x. دیدید اینجا ما مضمون گئومتری دیفرانسیال را هم جای دیده برآمدیم. اکنون دومی موضوع ما طرز دومی نوشت دیفرانسیال. طرز اساسی ترین نوشت دیفرانسیال چنین است: d از y برابر y شتریخ ضرب d از x. اکنون یعنی اگر اهمیت داده باشد در این فرموله به جای دلتا از دلتا x ما d از x استفاده بردیم. برای چی؟ برای آنکه عملا تغییر یعنی که من این تغییر افزایش ارگومنت ما با دیفرانسیل ارگومنت برابر است. این چیز ما اثبات نمودیم در صنف 10 و این چیز خیلی چیزی ساده است. یعنی که اگر ما فونکسیون را فرضاً y برابر x گیریم و دیفرانسیل آن را یابیم، یعنی d از y را یابیم، این به چی برابر می شود؟ d از x، یعنی به جای y x میگذاریم چون که فونکسیون y برابر x است کو. پس این حاصل از خود x که این به 1 برابر می شود و ضرب چی؟ d از x میبخشید دلتا از x موافق تعریف یکم. این برابری باز حاصله فونکسی x که از بس که 1 که هست و برابری دلتا چی شد؟ دلتا x شد. همین طریق ما اثبات کردیم که دیفرانسیال با چنین فرموله نوشته می شده است. اکنون می خواهم که یک چند مثال های همراه شما یک جای حل کنیم. نگاه کنید. مثلا y برابر x کوب داده شده است. دیفرانسیل آن را یابید. و جای y که ما x کوب را گذاشتیم حاصله اش البته ضرب d از x 3x کوادرات dx. خیلی آسان. دیفرانسیل سینوس x را میابیم، یعنی سینوس x حاصلش ضرب dx کوسینوس x dx. و مثلا مثال دیگر دیفرانسیل ریشه از x کوب طرح 3، این از ریشه x کوب طرح 3 حاصل گیری می شود 3x کوادرات تقسیم 2 ریشه x کوب طرح 3 ضرب dx. یعنی عملا همون حاصله گیری، فقط به آخری آن d از x نوشتن را چیکار میکنیم؟ فراموش نمیکنیم. اکنون اینجا در این صفحه من به شما خواستم که فرموله های اساسی ترین برای حساب کردن دیفرانسیل فونکسیون که به هر یکی شما لازم می شود بیارم و من باوری دارم که شما ویدیو را استایانده یک بار با قلم و دفتر این فرموله ها رو نوشته میگیرید. و اینچنین میخواستم که به شما وظیفه خانگی دهم. وظیفه خانگی یافتن دیفرانسیل فونکسیون های زیرین است. این فونکسیون ها در رسم به شما نشان داده شده است از مثال 468 تا 477 و من باوری دارم که شما وظیفه خانگی را خیلی خوب اجرا میکنید و پس از اجرا نمودن در کامنتاری های خود می نویسید و ما همجایه این وظیفه ها را دیده میبریم. باز نیت داریم موضوع های دیگر را نیز پیگیری نماییم ان شاء الله. خدا حافظ تا درس های دیگر.